راجع به سایز طرف نظر میده و حسادت بهش میکنم، واسه همین زنا رو میکوبم که خودم احساس خوبی بهم بده. پسر چرا این برنامه رو میبینن؟ به خاطر اینکه میبینن. سلام رفقا، خوش اومدید. من آقای حاشیه هستم و این دومین قسمت حاشیه بازه. بریم که با هم ببینیم. بعد از عشق ابدی ترند یوتیوب الان زن روزه. خیلی از استریمرها و یوتیوبرها بهش واکنش نشون میدن و ریاکت میرن. یکی از جالب ترین ریاکت هایی هم که توی استریم رفتن روش استریم مهشاد بوده که بریم صحبت مهشاد رو گوش کنیم. کی میاد اینجا مهربون نه به استایلش کار داره، نه به قیافش کار داره، نه به مدل موهاش کار داره، فقط راجع به سایز ممه طرف نظر میده. یعنی هیچی به چشمش نمیاد، کل این برنامه رو سر ممه داره میبینه. اگه ممش بزرگ باشه 10 میده، مثلا اسکینی باشه 0 به نظرشون شخص. بابا بس کنید، یه ذره ذهناتون رو باز کنید. آقا به قرآن اسکینی هم خوشگله، جذابیت‌های خاص خودشو داره. همه 85% نیستن بچه‌ها، واقعا گذشت اون دوران، گذشت که همه ساعت شنی دوست دارن. خیلی ها الان اسکینی پسندن و این خانوم هیکلش از کسی که اینجوریه به نظر من خیلی جذابتر و شیکتر و باحالتره. اعصاب آدم خورد میکنید. پسر چرا این برنامه رو میبینن؟ به خاطر اینکه کون و ممه ببینن. همین رو دوست دارید بشنوید. یکی از قسمت ها هم داورا به لباس یکی از شرکت کننده ها گیر میدن و مدگلم میاد و اینجوری واکنش نشون میده. چیزی که گفتم، اگه شوهر داشتی باهاش نمیتونستی اینجوری بری بیرون. من به کسی که شورتشو میذاره بیرون نمره نمیدم. من چیزی که واقعا داشت میگفت، من ارزشم و شخصیتم همش بنده به این که یک مرد منو تایید بکنه یا نه. و چون این ضعف بزرگ شخصیتی رو دارم، هر وقت یه زنی میبینم که با اعتماد به نفس بیرون از نظر آقایون میتونه آزادانه خودش باشه و خودش رو دوست داشته باشه، نفرت بهش میکنم و حسادت بهش میکنم. واسه همین زنا رو میکوبم که خودم احساس خوبی بهم بده. مخصوصا حالا که روی یه شوی درب و داغون یه موقعیت قدرتی به من دادن، دیگه قشنگ عقده‌امو میتونم رو تو خالی. دومی، خیلی زننده است 90% جامعه نمیخوان شارت تا رو ببینن. زننده است. چیزی که واقعا داشت میگم، ببین عزیزم، خب مشخصه که من این حرص و فشاری که دارم میخورم که الان صورتم سرخ شده از عصبانیت عادی نیست. تو روی یه فشن شو اومدی و یه لباسی پوشیدی، چرا من دارم سکته میکنم؟ خب بذار من بهت توضیح بدم. ببین عزیزم، تو از من خوشگلتری، جوونتری، خب خوش‌هیکل‌تری، با استعدادتری. حتی من خودم رو میکشم روی اینستاگرام تیپ میزنم که یه پست بذارم، بازم لباسم از لباسای تو داغون‌تر میشه. خب حالا تو این شورت هم انداختی بیرون، یکم سکسی مکسی هم شدی و من حسم میگیره چون که من چند وقتی که سکس نداشتم. به خدا اگه امشب یکی با من سکس کنه من اعصابم آروم میشه، اما چون سکس نکردم و تا شورت تا میندازی خیلی زننده است. 90% نمیخواد شورت داره ببینه. خب بچه‌ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم نظراتتون رو داخل کامنت ها بذارید، چه نظر مثبت چه نظر منفی. کلی به بهتر شدن برنامه کمک میکنن. دوستتون دارم. خدا